تو این ویدیو با هم دیگه سعی میکنیم که یه دونه بداهه نوازی ساده در دستگاه شور داشته باشیم، شور لا که علامت سی کرون داره. تو ویدیو قبلی عرض کردم که این ویدیوها برام دست از این است که ویدیوهای استاد صبور رو که من اجرا کردم و دیدن، ردیف استاد صبور رو زدن و اینکه آمادگی دارن. الان بخوایم با هم یه سری تمرین بداهه نوازی کنیم و اینکه تمرین خیلی ساده که خودتون میتونید بهش اضافه کنید تکنیک های مختلف. از لا شروع میکنیم با سی کرون. مثلا میخوام کوکمون رو عرض کنم خدمتتون که می لا ر لا هست. با میلا هم میتونیم بزنیم. لا سو لا لا سی سو لا سو لا سی دو سی لا دو سی لا دو. سی لا دو رو میتونیم با آرشای جدا بزنیم یا با هم بزنیم سی لا دو یا بزنیم سی لا دو 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 سی دو ره دو دو سی دو سی لا سی لا سی sol 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 si la sol si si la si do si do si la si la sol la do si do si la sol la la bam do si la sol la la re do si la si. اینجا سی جوابش پس شد ره دو سی لا سی. همه رو با یاش زنگ یا جدا ره دو سی لا سی. همون سی دو سی لا سول لا سول فا می فا سول لا. زدم لا لا ره دو سی کرون دو ره میره ره دو سی لا دو سی. چه لا لا میره دو ره میره فا میره دو ره دو میره دو سی دو سی ره دو سی لا سی لا لا ره دو سی دو ره دو میره دو سی دو سی ره دو سی لا سی سی لا دو سی لا سی لا می فا سول لا سی دو ره. یا اینکه چهار تایی با یارش سه تایی مزه خواهیم دو سی لا سی لا sol fa mi fa sol la sol fa mi fa sol la re la sol la. امیدوارم که تونسته باشیم خدمت و کمک کوچیکی به شما عزیزان کرده باشم. اگر که سوالی ایرادی بود با شماره تلفن اول ویدیو یا موبایل خودم 912 218 62 97 تماس بگیرید. با کمال میل در خدمت شما خواهم بود.